Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. کار در خواب همچون نفری زحمتکش محسوب می‌گردد که به خانه و دوستان خود کوشش فایده آوردن را می‌کند. تیزی کار نشانه عملی گشتن امر آن است. نفری که به جوابگری سودی کشیده شده است کارد خواب ببیند در مرافعه غالب می‌آید، زیرا کار یراقی است که با استفاده از آن از دشمن حمایه می‌برند. نفری که کارد به دست میگیرد و یراق دیگری به خود ندارد و نعمت و نصیبه الله مشرف میگردد. شخصی که در خوابش با کارد دست خود را زخمی میسازد چیزی را دیده به حیرت میآید. عقیده دیگری نیز است که کار در خواب نشانه مناقشه با شخص نزدیک است. قمچین: اگر در خواب از آسمان قمچین افتد از خشم و غضب، عذاب و ناخوشی شهادت میدهد. نفری که قمچین خواب می‌بیند آن نفر زکات واجب را میان افراد نیازمند تقسیم می‌کند. قیچی در خواب نشانه نفری را با آغوش گرفتن یا همکاری با کسی است. قیچی از آسمان افتیده را در خواب قاپیدن نشانه مرگ است. با قیچی موی یا پشم قیچی کردن در خواب نشانه کامیابی و به دست آوردن ثروت است. قلف: اگر محبسی در خواب ببیند که قلف را گشوده است از زندان آزاد می‌گردد. رفت و قلف را شخصی غمگین می‌گشاید، غم و اندوهش رفت می‌گردد. قلف همزمان و بی‌غمی اشاره می‌کند. در بعضی حالت‌ها قلف شهادت از مانع و ممانعت‌های ناگهانی در راه انسان‌اند. کلید در خواب معنای بر لطف خداوند نائل گشتن و به دشمن خود مغلوب شدن را دارد. نفری که در دست خود بسته کلیدها را می‌بیند قدرت به دست می‌آورد. با کلید در راه گشودن معنای آن آسان گشتن مشکل‌ها را دارد. در خواب گم کردن کلید نشانه تلفات و ناامیدی است. یافتن کلید در خواب از پیشروی کارها پیمان می‌دهد. کمان‌غولک: خواب دیدن کمان‌غولک با تار کمان نشانه بزرگی و اقتدار است. اگر مرد در خواب کمان‌غولک را در درون تیردان خواب ببیند زنش پسر به دنیا می‌آورد. نفری که در خوابش کمان‌غولک را شکسته می‌بیند روز شهرت و بزرگیش به سر او بدبختی و امتحانی سخت می‌آورند. تبع در خواب نشانه به دست آوردن مبلغ پولی است. شمشیر در خواب این حاکمیت و پسر است. نفری که در خوابی خود شمشیر میبرد موقع مسئول و بلندی را صاحب میشود. مردی که در خوابش به زن خود یا زنش با او شمشیر تیز میدهد صاحب پسر میشود. رفت شمشیر را با خلافش تقسیم نماید دختردار میشود. بعضا شمشیر در خواب آشوب و جنگ است. شمشیری در خلاف شکستن نشانه مرگ فرزند در بطن مادر است. رفت و تنها خلاف شکند پس مادر می‌فافتد و طفل زنده میماند. شمشیر را با سبب وزنینش پرتافتن معنای از دست دادن نیرو و قدرت است. در خواب شناسایی خود را با شمشیر لوچ خواب دیدن به هر دم خیالی و تندمزاجی این نفر اشاره می‌کند. تیزی و وزنی شمشیر به مهارت سخنوری صاحبش که در بحث و مناظره‌ها با دشواری مغلوب می‌گردد اشاره می‌کند. در خواب به یگان سبب با شمشیر به چپ و راست زدن معنای گفتاری به اندیشه را دارد. نفری که در خوابش در یک وقت هم شمشیر می‌افشاند و هم گپ می‌زند نفری است که حرفش حقیقت دارد. اگر نفری خواب ببیند که از غلاف شمشیر برآورده آن را دوباره به غلاف وارد می‌سازد به عمل‌های خیر دعوت کرده پیش راه بدی را می‌گیرد و مدح و ثنا می‌شنود. خنجر: نفری که در دست خود خنجر خواب می‌بیند به بایگری و قدرت می‌رسد. خوابی که در آن خنجر در دست دیگران است از خطر آگاهی می‌سازد. نیزه در خواب نشانه جنگ، دشمنی و مناقشه است. بعضی علما به آن عقیده‌اند که نیزه در خواب رمز حقیقت است. طایفه دیگر در خواب دیدن نیزه را نشانه سفر بی‌قرار می‌شمارند. همزمان نیزه خواب دیدن معنای آن را دارد که شخص چنین خواب دیده به نزدیکی برادر یا پسر خود را می‌بیند. با نیزه کسی را زدن معنای او را بدنام کردن را دارد. نیزه شکسته معنی داد کننده بیماری برادر و یا پسر است. میخ در خواب دیدن میخ این نفری است که دیگران با کمک او به مقصد میرسند. این بود یک چند تعبیری که امروز کردیم.
باقی سربلند و پیروز باشید.